پژو پارس با فیکچر. بعد 3 سال این واشر رو باز کردیم و این وضعیت واشرش. این یه تیکه رو الان باز کردیم، رو سرسیان کنده شد. واشری که بعد 3 سال رو پژو باز کنیم، مگه این میشه اینطوری باشه؟ هرچند این فیکچر مارک اهوراست و خودمون بستیم و یه ایرادایی که داره این وسطش اون تیغای شکست‌زندی که الان تأسیس شده نداره. این بغل خالیه، شکست‌زندی اومده اینا رو اصلاح کرده و هیچ مشکلی نداره. این هم کف سرسیلن که اصلا ایراد نمیشه ازش گرفت. با یه سنباده جزئی میشه بستش و با خیال راحت بره تا چند سال دیگه. موفق و مؤید دوستان عزیز.